بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر خواهران عزیز، چه خیلی گفتیم امروز در درس عقیده درباره خلافت حضرت عثمان و کشته شدن حضرت عثمان و درباره انشاءالله وقت ما رسید خلافت حضرت علی صحبت میکنیم. چه خیلی که درس گذشته خواهر جواب دادن مسئله دانستن خلفای راشدین در کتاب های عقیده یا جای کردن خلفای راشدین از خلیفه شدن ابوبکر تا عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین در این است که ما خیلی فرق کلان داریم از خوارج و از علل خصوص شیعه ها که خلافت را فقط خاص حضرت علی می دانند و می گویند ابوبکر و عمر و عثمان در حق علی ظلم کرده بودند. که در این چگونه به خلافت رسیدن حضرت ابوبکر صحبت کردیم و درباره به خلافت رسیدن حضرت عمر هم صحبت کردیم و کشته شدن حضرت عمر و گفتیم وقتی که حضرت عمر 6 نفر را بعد از خود یکی از اینها را اختیار کنید میگویند از بین زبیر و طلحه و حضرت عثمان و سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و حضرت علی میرسد به حضرت عثمان که هم حضرت علی هم حضرت عثمان راضی می شوند که عبدالرحمن ابن عوف یکی از آنها را اختیار کنند و بعد از شورا یا مصلحت و مشورت حضرت عثمان خلیفه می شوند. و درباره حضرت عثمان خواهران عزیز یگانه صحابه هستند که داماد پیامبر دوبار شده اند، یعنی دو بار دو دختری پیامبر را از اینکه گرفته اند. یگانه صحابه هستند که با این منقبه یا گفتیم با این فضیلت زین نورین هم میگویند صاحبی دو نور، دو دخترک پیامبر که ام کلثوم و رقیه هستند که هر دویشان هم در زنده بودن حضرت عثمان از دنیا می روند و داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. و این چنین خواهران عزیز درباره شرم و حیای حضرت عثمان حدیث های زیاد هست و درباره از ثروت خود چگونه چاه را به پیامبر خریده دادن و چگونه لشکرهای پیامبر را با اسلحه و با اسب تامین کردن حضرت عثمان و این چنین سبحان الله درباره اون که پیامبر حدیث در سنن ابو داود است که گفته بودند بشارت دهید عثمان را به جنت و این چنین بگوید که صبر کند به بلاهایی که به سرش می آید. یعنی مصیبتی که پیش از مرگ به سر حضرت عثمان می آید پیامبر صلی الله علیه و سلم این را می دانستند و این یکی از دانستن بعضی از علمهای غیب و دلیل نبوتی پیامبر بود. خواهران عزیز در زمانی که حضرت عثمان 12 سال خلافت می کنند در همان زمان الکی نفرهای بودند که می گفتند عثمان عدل نمی کند، عثمان خویش تبار زیاد خودش را به حکومت مانده است و اینجوری عثمان به زور جای علی را گرفته است و دشمنان حضرت عثمان خیلی خیلی زیاد بودند تا اینکه گروه کلان از مصر و گروه کلان دیگری از عراق امروزه که در آن وقت کوفه و بصره دو شهر مشهور داشت جمع می شوند و همگی مصلحت می کنند که تا خانه حضرت عثمان می آیند و حضرت عثمان را به قتل می رسانند. یعنی در سال 12 خلافت کردن حضرت عثمان سالی می شود 41 اینها یک جایه می شوند و می گویند می رویم و عثمان را می کشیم و تقریبا 2000 نفر جمع می شوند 2000 نفر جمع می شوند و به مدینه می آیند که در آن وقت لشکرهای زیاد در مدینه نبود، همگی مشغول فتح کردن و جنگیدن با دولت‌های کفار بودند. اگرچه صحابه های مانند حضرت علی، سعد ابن ابی وقاص، نبیره های پیامبر حسن و حسین، طلحه و ابو هریره و اینها در مدینه بودند، اما وقتی این یک جمعی کلان 2000 نفره اون هم با قلب وحشیانه و با زبانهای تیز خود همچون غارتگر و راهزنها داخل مدینه می آیند کسی بالای آنها مقاومت کرده نمی تواند و بیچاره حضرت عثمان را 40 روز در خانهشان محاصره میکنن، یعنی از خانه برآمدن نمیمونند که حتی نماز جماعت رو خودی همین اوباش ها ببخشید یا خودی همین
دلسنگ ها خودشون انجام میدهند و میگویند کسی حتی به عثمان آب بیارد هم ما او را میکشیم، ما او را میکشیم. کسی به عثمان آب و نان چیزی نآورد تا اینکه خودش مجبور شود و از خلیفگی دست بکشد. و درباره چگونه کشته شدن حضرت عثمان و بعد از این چگونه سرزدن معرکه جمل که فتنه بزرگترین بین صحابه ها بود، خواهران عزیز در یوتیوب نوار من هست که با صدا هست، خیلی توصیه میکنم برای این مسئله رو وسیع‌تر فهمیدن اون رو گوش کنید. و همین گونه حضرت عثمان را 40 روز محاصره میکنند و بعد از 40 روز یک چند نفره داخل میشوند و وقتی که حضرت عثمان قرآن میخواندند در دستشان قرآن بود و یک چند نفر، برای همین یک نفر معین در کشته شدن یا کشتن عثمان مشهور نیست، یک چند نفر یک جایه با چند ضربه شمشیر با 8 تا و از آن هم زیاد حتی انگشت های عثمان را پاره کرده میکشند. و وقتی که حضرت عثمان را این اوباش های بدبختی که از مصر و از کوفه و بصره آمده بودند محاصره میکنند، اگرچه طلحه و حضرت ابوبکر و حتی آخرین کسی که میگن از نزد حضرت عثمان برآمده بودن حسن ابن علی بودن که اینها وقتی میخواهند میگن ما همراهی تو در خواهند میشویم و ما میخواهیم با آنها بجنگیم، حضرت عثمان اجازه نمیدن و میگن پیامبر به من صبر کن گفته بودن، من صبر میکنم. اینها یعنی مشکلی در اینجا بود که خواهران عزیز این نفرانی که برای کشتن عثمان آمده بودن همه خود را مسلمان میگفتند. ما مسلمانیم، فقط نمیخواهیم که عثمان در بالای ما خلیفگی کند چون او عدل نکرده ایستاده است. گویان آمده بودن عثمان میگن من نمیخواهم که به خاطر من بین مسلمان ها فتنه شود، من نمیخواهم سبب فتنه شود، بگذار من کشته شوم اما شما بر جنگ نخیزید، بر جنگ نخیزید. همین گونه بعد از 40 روز محاصره این 200 نفر به خانه حضرت عثمان زده می درآیند و حضرت عثمان را غرق خون و خاک میکنند تا که حضرت عثمان شهید میشوند، تا که حضرت عثمان به دست این اوباش ها شهید میشوند. و وقتی که حضرت عثمان کشته میشوند خود از خود مردم، چون همه میدونستند که بعد از حضرت علی شایسته ترین و ارزنده ترین، بعد از حضرت عثمان ارزنده ترین شخص به خلافت حضرت علی می باشند، حضرت علی خلیفه می شوند. و خواهران عزیز حضرت علی هم طرز کشته شدنشان و فتنه های زیادی که در زمانشان شد و این چونین درباره بعضی فتنه هایی که در زمان حضرت عثمان شد اگر صحبت کنیم درس عقیده خیلی وسیع می شود و به یک درس تاریخ یا گفتیم سیره خلفای راشدین تبدیل می شود. برای همین من خیلی به شما کوتاه گفته ایستادم. الان نصیبمون کرده باشد آینده در درس های حدیث یا در درس های سیره و تاریخ این موضوع رو خیلی وسیع تر می خوانیم. بعد از کشته شدن حضرت عثمان که گفتیم کشته میشوند به دست اوباش ها، آن هم مظلومانه به خلیفگی یا به خلافت حضرت علی میرسند. و سیره حضرت علی به شمایان معلوم است که طفلی هستند که به یگان بوت سرخم نکرده و سجده نکرده یک باره مسلمان شدند و خیلی کوچک بودند، هم از عثمان و هم از علی، از عمر و هم از حضرت ابوبکر. و تواضع و خاکساریشان این بود که خود را اصلا من بالاترم از عثمان، من بالاترم از ابوبکر و عمر نگفتند. بعد از اینکه ابوبکر صدیق 2 سال 3 ماه خلیفگی کردند، حضرت عمر 10 سال یا 10 سال و نصف، حضرت عثمان 12 سال، حضرت علی 4 سال خلیفگی میکنند و این همان. و حضرت حسن تقریبا 6 ماه. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که میگویند خلافت پس از من 30 سال است، پس از آن تبدیل می شود به پادشاهی و الله به کسی که خواست پادشاهی را می دهد. و حدیث درباره این حدیث پیشتر هم گذشته بودیم که سندش حسن است و لفظش این است که پیامبر میگویند خلافت نبوت 30 سنه ثم یؤتی الله ملکه من یشاء، یعنی بعد از 30 سال که خلافت می شود کسی را که الله خواست به او ملکش را می دهد و اولین ملک یا پادشاه در اسلام
حضرت معاویه می باشند. حضرت معاویه می باشند که بعد از معاویه یزید و فرزندان معاویه و دیگر فرزندهای بنی امیه خلیفگی رو میبرند. و خواهران عزیز، در زمان حضرت علی و خیلی که میدونید پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی که درباره علی گفتند انت منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. حدیث در صحیح بخاری است که پیامبر به حضرت علی میگن تو به من به منزلت هارون و موسی هستی، چون هارون و موسی چه هستند؟ برادر هستند، مگر اینکه بعد از من پیامبر نیست، اما بعد از موسی هارون پیامبر بود. اما این معنیش این رو ندارد که یعنی حتما تو جانشین من میشوی. یا چه خیلی که به حضرت ابوبکر هم به همین گونه گفتن نزدیکی حضرت علی رو میفهموند که شیعه ها این رو گرفته میگن مادامی که علی ببخشید مثل هارون و موسی هست، پس علی حتما باید جانشین پیامبر میشد. و در جنگ خیبر هم خواهران عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن من فردا بیرق را به دست کسی یا سرداری این لشکر را به دست کسی میدهم که الله و پیامبرش او را دوست میدارد و او هم الله و پیامبر را دوست میدارد. صحابه میگن همه آرزو کردیم که فردا پیامبر به من سرلشکری را بدهند، که فردایش پیامبر دیدن که علی نیست، گفتن علی در کجاست؟ علی را به من صدا کنید. گفتن علی درد چشم دارد، که پیامبر با آب دهان مبارک خود به چشم علی مس میکنند و به دست او بیرق را میدهند و میگویند تو سرلشکر هستی. ففتح الله علیه و خیبر به دست حضرت علی فتح می شود، یعنی گرفته می شود و کاملا پیروز می شوند جیش مسلمان ها یا لشکر مسلمان ها. و از محبت پیامبر نسبت حضرت علی می توانیم بسندگیش همین است که دخترک خود فاطمه رو که از دوستداری زهرا می گفتند به حضرت علی دادند. و وقتی که اهل بیت خودت رو شما این نصرانی ها صدا کنید و من هم صدا میکنم، آیت 61 آل عمران می شود فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. پیامبر حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین رو میگیرند و میگویند اللهم هؤلاء اهلی، پروردگارا انا اینها اهل من هستند، اهل بیت من هستند. یعنی پیامبر حضرت علی رو خواهران عزیز چگونه که ابوبکر و عمر و عثمان را دوست می داشتند و اصلا در نزد اهل سنت و جماعت ما نسبت حضرت علی یگان نوعدالتی در محبت و در منزلت نداره. فقط مشکلی در آن بود که خواهران عزیز وقتی که حضرت عثمان مظلومانه در داخل خانه خود، اون هم در وقت روزداری و اون هم در وقت قرآن خواندن، در بعضی قولها در وقت خواندن سوره بقره کشته می شوند، خویش و تبار حضرت عثمان و این چونین بعضی از صحابه ها مانند طلحه ابن عبیدالله و زبیر ابن عوام که خود خویش و تبار حضرت علی هستند و حضرت عایشه، اینها طلب میکنند که علیش تو باید قصاص عثمان رو بگیری، تو باید این نفرانی که عثمان رو کشتند بکشی، برای آنکه اگر اینها رو به حالشان مانی اینها دیگر فساد رو دوام دادن میگیرند. امروز آمدند و عثمان رو کشتند، فردا دیگر رو میکشند. ولی حضرت علی میگویند اول باید من ملکم را، یا گفتیم اول من باید خلافت رو قوی کنم. الان بعد از این فتنه کشته شدن حضرت عثمان مسلمان ها پراکنده هستند و من اگر این 2000 نفر را کشم، برای هر یک نفری این چند هزاری نفر دیگر از مصر و از عراق می آیند و جنگ کلان بین مسلمان ها می شود و به تأخیر می گذارند که بعدا من قصاص را می گیرم و چگونه که از خمیر موی را جدا کرده می شود، همین گونه من اینها را یک تا به یک تا دستگیر کرده می کشم. اما راضی نمی شوند با حضرت علی و ببخشید حضرت عایشه و طلحه و زبیر و جنگ جمل مشهوره که در آنجا حضرت عایشه اشتراک کردند و خونریزی بین صحابه های پیامبر شده بود، اولین خونریزی در تاریخ. آن هم با آن همه
ندامتی که برایش فقط افسوس میخوریم و برایش فقط غصه میخوریم شده میگذرد که میدونه در آنجا حضرت علی غالب می آیند. بعد از جنگ همون معرکه جمل باز یک جنگ کلان دیگر همراهی حضرت معاویه می شود و حضرت معاویه با حضرت علی بیعت نمی کنند و میگویم من در شام، سرزمین شام خیلی در آن وقت بزرگ بود، سوریه امروزه، خلیفگی میکنم و مردم با من بیعت کردن، من با تو بیعت نمیکنم تو اینکه قاتلان عثمان را بکشی. که وقتی که حضرت علی میگویند و همه عزیزان در اینجا اتفاق باید، یعنی اتفاق رو باید بدانیم، تمام اهل سنت و جماعت اتفاق هستند که حضرت علی به خلیفه بودن ارزنده هستند، ارزنده تر هستند، حقدارتر هستند از حضرت معاویه و در همان زمان بهتر از حضرت علی کسی نبود. یعنی اگرچه معاویه اونجا خلیفگی مثلا شام را گرفتن، همه اتفاق هستند که معاویه باید در آن وقت با حضرت علی بیعت میکردند و راضی میشدند و این خطای حضرت معاویه بود، این خطای جدی حضرت معاویه بود. با این کسی انکار نمیکند. همه اتفاق هستند اهل سنت و جماعت که نسبت حضرت علی به انصافی شد که همراهی حضرت علی جنگیدند و بیعت نکردند، چون باید در آن وقت اطاعت میشد از امام و خلیفه آن زمان که حضرت علی بودند. ولی چی کنیم که این فتنه ها سر زد، سبحان الله. اگرچه هم صحابه های پیامبران این فتنه ها سر زد و از ما فقط در باره آنها گمان نیک کردن است که پروردگار هرچی خطا از آنها سر زد انشاءالله بخشیده است و از ما فقط یاد کردن به خیر است و دانستن تاریخ دیگر حقیقت است، دانستن حقیقت است برای ما علم میبخشد. اما بدون گمان بد هرچی کویم هم درباره عیب بعضی مثلا صحابه هایی که با حضرت علی بیعت نکردند هیچ مرادی حاصل نمی شود. اما یقینا ما میدانیم اهل سنت و جماعت که به کدام کتاب اهل سنت و جماعت دست زنید گفته شده است که حضرت علی او هست خلیفه آن زمان، اما خطاکه از دست حضرت معاویه سر زد و با ایشان بیعت نکردند. بعد از این جنگ بزرگ بین حضرت علی و معاویه می شود که در آنجا باز حضرت علی پیروز می شوند. اما بعد از یعنی دور و دراز جنگی شده اتفاق میکنند که به قسم از دولت مسلمان ها معاویه حکم کنند و به قسم از آن حضرت علی، یعنی حکم در زمان حضرت علی خلافت تقسیم می شود. یک قسم در دست معاویه رضی الله عنه و یک قسم در دست حضرت علی و همگی 5 سال حضرت علی خلافت میکنن یا حتی از 5 سال هم کمتر گفته می شود. و وقتی که خواهران عزیز حضرت علی با معاویه راضی می شوند برای اینکه جنگ اتمام شود و مسلمان ها بین همدیگر کشتار را بس کنند، چون وقتی این جنگ ها با مسلمان ها بین خود دوام داشت خیلی فتح ها، یعنی کشورهایی که اینها رفته از دست کفار می گرفتن کم می شود و حتی روم اروپا در آن زمان میگوید الان وقتی ضعیف شدن مسلمان ها هست، ما می توانیم شام را بگیریم و شکست دهیم مسلمان ها را. یعنی این گونه فکرها می شود و حضرت علی هم راضی می شوند که دیگر جنگ به آخر رسد و اگرچه از روی ناعدالتی هست که حکم به 2 تقسیم شود، ولی راضی می شوند برای نریختن زیادتر خون مسلمان ها. انا در آنجا یک طایفه که در لشکری طرفدار حضرت علی بودن میگویند علی تو حکم را به معاویه دادی، تو ناحق کار کردی، حتی تو کافر شدی و تو باید خودت خلیفگی میکردی و حضرت علی را به کفر میبرارند که خوارج آن زمانند. و حاضر هم این گونه خوارج ها وجود دارند که میبینید که چند عالم را کافر میگویند و یک سخنشان و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اون خوارج آن زمان هم همین آیت رو خوانده یا حکم فقط از آن الله گویان بر ضد حضرت علی میخیزند و کشته شدن حضرت علی هم به دست یکی از اینها که عبدالرحمن ابن ملجم است. عبدالرحمن ابن ملجم خوارجی هست و میدونید که درباره خوارج ها بعضی علما میگن اینها
اگرچه سبحان الله نمازخوان و خود را هزار اهل توحید گویند هم کافرند، بعضیا میگن نه مسلمانند. یعنی درباره خوارج های آن زمان علل خصوص که حضرت علی را کافر میگفتند، معاویه را کافر میگفتند، خون علی را حلال دانستند و سوی قصد کردند و حضرت علی را کشتند. بعضیا میگن چگونه که پیامبر دربارهشان خبر داد که همین گونه انسان های می آیند که شما روزه خود را در نزد روزه آنها کم می شمارید، نماز خود را در نزد نماز آنها رو کم می دانید. آنها قرآن را می خوانند اما از گلویشان به پایانتر، یعنی به قلبشان نمی رود. چنانه که تیر از کمان پریده می رود، آنها هم از دین همین گونه پریده می روند. همین از دین پریده رفتن آنها را بعضی علما میگن یعنی آنها هیچ دین ندارند. بعضی ها میگن نه، حضرت علی آنها را کافر اعلان نکرده بود و بر ضد آنها نجنگیده بود تا اینکه آنها از هر گذرانیدند و پسر عبدالله ابن خباب ابن عرد صحابی کوچک را کشتند. بعداً یعنی حضرت علی ضد آنها جنگیدند. از خواهران عزیز، بعد از اینکه مسلمان ها تفریقه می شوند به دو گروه بزرگ و حضرت علی در کوفه در عراق امروزه حکم را یعنی خلیفگی را دوام می دهند، وقتی باره به نماز می رفتند این خوارج یعنی عبدالرحمن ابن ملجم که علی را کافر می دانست با همراه 2 نفر خوارج دیگر به حضرت علی حمله می کند و با شمشیری که زهرآلود کرده بود حضرت علی را می کشد و باز هم می گوید سبحان الله حکم از آن الله هست و یعنی با گفتن این کلمه گویا که می خواهد بگوید که من این کار را کشته ایستادم که تو از روی اسلام حکم نکردی. و بعد از کشته شدن حضرت علی مدت تقریبا 6 ماه حضرت حسن هم خلیفگی میکنند و مردم زیاد با حضرت علی بیعت حسن ابن علی بیعت میکند، اما حسن به معاویه رضی الله عنه تنازل میکنند. میگویند در اون وقت که معاویه هم خود را خلیفه اعلام کرده بودند، من یعنی از خلیفگی خود تنازل میکنم، دست میکشم، آنهایی که پیروی من هستید من معاویه رو خلیفه اعلان میکنم، شما هم اعلان کنید تا اینکه این جنگ و این کشاکشی بس شود. و راست می آید همان حدیث پیامبر که گفته بودن پسر من یعنی همین حسن با سبب این 2 طایفه بزرگ با هم صلح میکنند که در حقیقت به سبب حضرت علی حسن پسر علی 2 طایفه بزرگ که یک گروه طرفی حضرت علی و فرزندانشان بودند، یک گروه طرفی معاویه و پیروان حضرت معاویه بودند، با هم صلح میکنند و تمام مسلمان ها یک جای میشوند. اگرچه بعد از این باز دیگر بعد از معاویه پسر حضرت معاویه یزید ظالم که در زمانش حضرت حسین کشته می شوند می آید و چند چیزهای دیگر دوام می دهد، لیکن در همین جا حضرت علی بعد از اینکه کشته می شوند مدتی کوتاه تقریبا 6 ماه پسرشان خلیفه می شود. با همین خواهران عزیز، حضرت علی تقریبا بعد از 5 سالی که حکم کردن ایشان هم کشته می شوند، یا گفتیم 4 سال و 9 ماه قریب 5 سال حکم کردن کشته می شوند و زمان خلفای راشدین که 4 نفر هست تمام می شود. کمان با نیم سالکی یا 6 ماهی که حضرت حسن کردن 30 سال پره می شود و با نوبت با همین ترتیب آمدن خلفا رو یعنی اول ابوبکر و بعداً عمر و بعداً عثمان و بعداً علی رو در کتاب‌های اهل سنت و جماعت در کتاب‌های عقیده دیده می شود که میگویند اینها به فضل خودشان به جایگاه خودشان نگاه کرده به ترتیب خلیفه شدن. ولی شاید همین قول من یا عقیده من در این مسئله خلاف باشد، ولی من شخصا خودم همین گونه عقیده دارم که هر 4 این صحابه، چه ابوبکر و چه عمر و چه عثمان و چه علی بزرگوار هستند و هر یک نفری آنها فضیلت خود را، برتری خود را و جایگاه خود را در نزد پروردگار و در نزد پیامبر داشتند، در نزد پیامبر و در نزد پروردگار داشتند و پروردگار اینها را یک به یک بالای مسلمان ها خلیفه کرد و از همه زیاد فتنه های و مصیبت و مشکلی و
خونریزی که شده بود در زمان حضرت علی شده بود که چه خیلی گفتم طایفه بزرگ مسلمان ها همراه حضرت معاویه می شوند و اصلا قبول نمی کنند خلیفه بودن حضرت علی را و طایفه دیگر همراه حضرت عایشه و طلحه و زبیر می شوند و بیعت نمی کنند. ولی حضرت عایشه از کرده خود پشیمان شدنشان و بعد از همین که به همین جنگ موقع جمل یا به همین جنگ اشتراک کردن اصلا از خانه خود نبرآمدنشان و خیلی در بعد از اینکه شنیدن که حضرت علی کشته شدن گریستن و گفتن اینکه مشکلی که من با علی داشتم فقط مشکلی خشتامن و داماد بود، دیگر چیزی نبود. در حدیث های صحیح آمده است که خیلی حضرت علی را دوست می داشتن و اینجا این 4 نفره هستند که خواهران عزیز از خلفای راشدین هستند و در سنن ترمذی و ابو داود آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بار موعظه میکنند که از چشم ها آب دیده میریزد و دل ها خیلی خیلی از آن سخنهای پیامبر با گریستن و یا گفتیم غمگین میگردد و کسی میگوید که پیامبر الله گویا که تو آخرین بار به ما موعظه کرده ایستاده ای، آیا به ما نصیحت نمی کنی، از ما عهد و پیمان نمیگیری؟ پیامبر میگویند اوصیکم بالسمع و الطاعت فانه من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. من شما را به گوش کردن و اطاعت کردن امیرهای مسلمان ها امر میکنم. هر کسی که بعد از من زندگی میکند خیلی و خیلی اختلافهای زیاد را میبیند، اما شما علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین، شمایان سنت من و سنت خلفای راشد من که مهدیین راهنما هدایتگرها هستند به آن بچسبید. تمسکو بها، و آن را یعنی سخت بقپید و عضوا علیها بالنواجذ، و آنها را با دندانهای کرسی خود بگزید، یعنی خیلی سخت به این سنت ها بچسبید. و ایاکم و محدثات الامور فان کل بدعه ضلاله، و شما را من بر حذر می‌دارم، میگویم احتیاط باشید از نوآوری ها در دین، چیزی که در دین است آن را از دین بیرون کردن، چیزی که گناه ندارد این گناه گفتن، چیزی که اصلا ثواب نیست این را ثواب گفتن، که وای چقدر ما محدثات داریم، چقدر ما بدعت ها داریم، بدعت در عزاهایمون، بدعت در تویمون، بدعت در دعاخانی، بدعت در رقیه خانی، بدعت در عبادت ها، بدعت در روزه، بدعت در نماز، خیلی بدعت ها هست. از اینکه از سنت دور شده مکان سنت را بدعت ها گرفته است و پیامبر میگویند من شما را میگویم احتیاط باشید از محدثات الامور، از نوآوری ها، چیزهایی که در دین نیستند شما آن را میگوید از اسلام است، گناه دارد یا ثواب دارد. فان کل بدعه ضلاله، چون هر یک بدعت گمراهی هست در حدیث دیگر، و هر یک گمراهی شما را به دوزخ میبرد. و اینجا پیامبر چه گفتند؟ خلفای راشد مرا شما پیروی کنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که میدانستند که در درس تفسیر خوانده بودیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن آیا بدبخترین آخر زمان که هست میدانی یا علی؟ وقتی علی گفتن الله پیامبر داناتر است، گفتن همانی که ریشی تو را بخون می آلاید یا همانی که تو را می کشد، که در حقیقت در وقت خنجر زده شدن حضرت علی به خون ریشهای مبارک ایشان غرق می شود. و پیامبر می دانستند که بعد از پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلیفه می شوند و حضرت حسن هم خلیفه می شوند و به دست حضرت حسن 2 طایفه بزرگ مسلمان ها با هم صلح می کنند. و این چونین حضرت عثمان می گویند همان روزی که کشته می شوند من امروز افطار نمی کنم، من در خواب دیدم که پیامبر گفتن امروز تو با ما افطار می کنی. یا حضرت عثمان می گویند به من پیامبر گفته بودند که من صبر کنم، من صبر می کنم، من مدینه را ترک نمی کنم، من شمشیرم رو هم بالای این مسلمان هایی که امروز ظالمانه بر سرم آمدن نمیکشم. یعنی پیامبر اینها رو میدانستند و در این حدیث گفتن سنت خلفای راشد مرا، این 4 گانه را خیلی سخت با دست و با دندان های خود بگیرید و از پی آن شوید و اصل و از پی
آن چیزی که بدعت است نروید. از همین جاست که صاحبان مذهب، چه حضرت ابو حنیفه باشن، حضرت امام مالک باشن، امام شافعی باشن، امام احمد باشن، وقتی که میبینید از شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ابو یوسف محمد باشن، میبینید که وقتی که در بعض قولهایشان روایت های میگیرن که حضرت علی این گونه تورات کرده بودن، یا حضرت عمر این گونه گفته بودن، یا حضرت ابوبکر این گونه حکم کرده بودن. یعنی بعد از پیامبر و گفته های این 4 خلفای راشد خیلی زیاد توجه می شود در مذهب ها. و اینجا خواهران عزیز گفته گذاشتیم درباره خلیفگی حضرت عثمان و حضرت علی و کشته شدن ایشان که انشاءالله شهید هستند در نزد پروردگارشان. و هر چی که خواهران عزیز گفتگو کردیم درباره ظلمی که صحابه ها دیدن، درباره ظلمی که علل خصوص خانواده پیامبر دید، مانند کشته شدن حضرت حسین و درباره بیعت نکردن با حضرت علی، بعضی از کینه و بدبینی نسبت صحابه ها زیاد می شوند، در حالی که حضرت علی همه آنها را بخشیده از دنیا رفتند، بزرگواری کردند و در گفتگو درباره آنها به ایمان ما، به عملهای صالح ما هیچ فایده ندارد. برای همین هر کسی که درباره فتنه صحابه ها صحبت میکند، همیشه اینکه مثلا عمرو ابن عاص این گونه کرده بود، یا ابو موسی اشعری این گونه کرده بود، یا عبدالله ابن ابوبکر این گونه کرده بود، یعنی صحابه هایی که در این فتنه ها داخل شده بودند، بدانید که وی بجز فتنه چیزی نمیخواهد، وگرنه دانستن اون به من و شما به ایمانمون یا گفتیم به عمل های ما به داخل شدن به جنت چی فایده دارد؟ اونهایی که فقط زندگیشون چی در فیسبوک چی در یوتیوب در کجای نشستن، آیا میدونید فلان فلان صحابه این گونه کرده بود، فلان صحابه این گونه کرده بود، گویان صحابه ها را یعنی اگرچه حقیقت باشن میگویند، یعنی باید جواب بدیم که پس چی؟ یعنی مقصد از این چی هست؟ آیا الله در یکی از آیات ها، یا آیا پیامبر به ما توصیه کرده رفتن که خیلی از پی هم شوید، یعنی از پای گناه ها یکدیگر شد؟ پیامبر میدانستن که حسن و حسین شهید هستند، پیامبر میدانستن که علی و عثمان شهید هستند، پیامبر اینها رو میدانستن. و وقتی که به حدیث هایی که در بیهقی و دیگر کتاب های سنن نگاه میکنیم، پیامبر کاملا میدانستن که این فتنه ها میشود. پیامبر کسی رو حکم به کفر نکردند. پس چرا ما از پای این گونه فتنه ها شویم که چه خیلی گفتم نه به ایمان ما فایده دارد نه به عمل های ما؟ دانستن این فتنه ها ما رو به هیچ کجا نمیبرد و آنهایی که از پای نشر فقط کارشون یعنی سیاه کردن صحابه یا فتنه هایی که بین صحابه ها شده بود به مردم گفتن است، بدانید که بجز فساد بین مسلمان ها چیزی نمیخواهند، وگرنه کی اصلاح می شود؟ من و شما باید تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر باشه، مردم رو به معروف دعوت کنیم و مردم رو از گناه برحذر داریم و گذشتن فتنه هایی که بین صحابه ها شد کسی رو به معروف هم نمیبرد و از یگان منکر نهی نمی کند، اما کردند و الحمدلله که ما در آن خانزی ها نبودیم و نباید زبان هایمان را هم چگونه که ابن ابوالعز هم گفته هستند و ابن تیمیه هم میگویند به این سخنها یعنی زبان خود را آلوده نسازیم. و الله نصیب کرده باشد درباره 10 نفری که پیامبر آنها را مخصوص در حدیث به جنت بشارت دادن، کوتاه درباره مرگشان و زندگیشان ان شاء الله گفته میگذاریم و درباره اهل بیت پیامبر که امیدوار هستم خیلی برایمان همچون یک معلومات از تاریخ و این چنین در باب عقیده کمکمان خواهد کرد.